برای امروز 2 تا اصطلاح داریم. اصطلاح اول، push someone's buttons، یعنی اینکه یه کاری رو از روی عمد برای عصبانی کردن طرف مقابل انجام بدیم. عمدن باعث عصبانیت کسی شدن. کفر کسی رو در آوردن. push someone's buttons. I try not to get mad. من سعی میکنم عصبانی نشم. But he knows how to push my buttons. اما اون میدونه چطور کفر منو در بیاره. push my buttons. چطور منو عصبانی کنه؟ چطور حرص منو در بیاره؟ بریم سراغ اصطلاح دوم. حالا فرض کنین کسی ما رو عصبی کرده و ما میخوایم بگیم چقدر تو مخه، چه رویی داره، چقدر پرروه. از اصطلاح what a nerve، what a nerve استفاده میکنیم. تکرار کنین. what a nerve، what a nerve. پس زمانی که کسی رفتار گستاخانه‌ای داره و تو مخه یا به هر دلیل دیگه اعصاب ما رو خورد کرده، میتونیم از این اصطلاح استفاده کنیم. رسیدیم به بخش پرسش. حالا با توجه به آموزش امروزمون و 2 اصطلاحی که یاد گرفتین، خیلی راحت میتونین به این سوال جواب بدین.